یا شما جزو اون آدمایی هستین که فوبیا دارید، ترس دارین، از ارتفاع میترسید یا از جای بسته وحشت میکنید، مثلا توی این دستگاه های امارای نمیتونید برید، یا خیلی فوبیاهای دیگه هستش. حتی بعضی ها مثلا به جویدن، صدای جویدن، به خیلی چیزا حساسیت دارن و بدشون میاد. یا اینکه حتی آلرژی های مختلف دارید که اذیتتون میکنه و خیلی جاها نمیتونین برین، خیلی کارا نمیتونین انجام بدین. و مثلا بعضیا هستن که غذاهای مختلف رو نمیتونن بخورن به خاطر آلرژی هایی که دارن. اگر شما جزو این آدم ها هستین، به این گوش کنید، این ویدیو برای شماست. میدونیم که علم پزشکی خب خیلی به یه جاهایی نرسیده هنوز، ولی چیزهای دیگه هستن که خیلی سریع میتونن بهش برسن و اون یکی از اون چیزهایی که حتی از لحاظ علمی 1950 شناخته شده به عنوان علم و چیز پزشکی، همین هیپنوتراپیه، همین هیپنوتیزم درمانیه که کسی که مدرکشو داره میتونه آدم ها رو هیپنوتراپی کنه و در واقع اون مشکلاتشون رو ریشه یابی میکنه، در میاره در یه مدت کوتاه. و تکنیک های مختلفی هست که این کار رو انجام میده، کاملا سیفه و میگم این یک چیز علمی هسته، چیزی که علمی شناخته بشه. هیچ وقت ترسی نباید راجبش داشته باشیم، بگین مثلا نکنه اینجوری بشه، نکنه اونجوری بشه، به خاطر که خیلی چیزای اشتباه راجب این موضوع گفتن و صحت نداره راجب هیپنوتیزم درمانی. بنابراین شما کاملا کنترل دارین و کاملا اون کسی که مثل من که مثلا مدرک هیپنوتراپی رو دارم و هیپنوتراپیست هستم، میتونم کاملا شما رو به اون نقطه‌ای که میرسه به ناخودآگاهتون برسونم و بعد اون درمان انجام میشه. بنابراین اگر که یه همچین مشکلی دارید، با من تماس بگیرید. 30 دقیقه مشاوره رایگان دارم، میتونید اطلاعات بیشتر خواستین من در خدمتون هستم و وبسایتم هست www.mindresethypnotherapy.com.